سرحده که بیشتر نیاکان ما دنجا میشستم ای قرغز ای کچمنچی ای وحشی خدا نگاهی میکردم سرحده که لحجه خسرخو با امیر می اومدن برای را بردن مرکه و یک زنه قطش می آوردن یک مرده که تاجیکی خوب چهره زیبای محلانه میگیدن همون زنک هم خوبگی میداختن بزرگی بعد این زن قرغز رها میکردن بعد کارش نمیکردن میگشتن غیر هم امیر وقت صبح مسیح سرزمین قرغز و بعد از از اون قرغزا یک جوانی خوب چهره پهلوان تاجیک بدون اومد انا کارش نمیکردن بعد هر جهت گذشته ما هر شب یک آدم چی میکرد پاسبانی قلاونی من اخرینت میکرد من میگم توپخونه اون که بر راه کوه بر راه دره یعنی بر شل دشمن چی نکنه نیویا یکون غارتی که اون چکنه حتی میخویم اعتراض کنیم یعنی یک مرده که میبرن و میگه که من نماز میخونم با آواز بلند یعنی بلند میبرم اصلات سه تنانات یعنی سه تنان سه کسان لو نکنم میبرنات اگر فریاد نکنم میبرن لو بکنم میزننات اگر فریاد کنم میزنن و در این وقت صدا بلند شد میشنون هم دیگه گفت به زبان تاجیکی میگه یعنی باید خلاص میکنه رها میکنه حتی با این جنگی ترک زبان ها که اگر میتوختن با خلق دهقان خلق مهنتکش تاجیک اما وقتش محافظت میکرد نه بلکه هجوم میکرد این خلق غارتگر حتی ملایار یکی از شاعران عصر 19 در یک شعرش میگه که مرده مردم دروازه و شاطی برامین مرده مردم ازبک و جبالا بوده است یعنی وقتی که مردمی نمیدون کدام لقای خلاق یا کیا بودن هجوم میکنن در جنگ این بین تاجیک این ترک زبان ها از بین ما کم کم میکشن و شاطی یعنی اون چیزی که مرده رو میکشن مرده مردمی میکشن و شاطی میبرن مرده مردمی اون ترک زبان ها را ای بسیاریش نه یعنی بسیار کتابشون دو میگره و جوالا یعنی با خوبچه بالینچه میکشن بعد با دومش میگه که هم قطعی شب که کردن نرسی هیچ کسا که گمون حضرت خضر قطعی ما بوده است یعنی همین قدر که تیر میزنن یگان کسی ما رو نمیزنن که گویا حضرت خضر در این جنگ تاجیکان رو همراهی کرد ما بالای این یک یادگاری تاریخی ما مردم منزنین سرحد توپخانه هم دارن همچه یک سنگی راسته که در بالاش همون پاسبان خوب میکنه و انتظار میشه و چشم بیداری میکنه تا سحر 4 طرف از چیکار میکنه میگه که اون طرف این طرف دشمن چیکار کنه با دهات با قشلاق حمله نکنه نگاه سمان بزنه